سوالی که اکثر مشتری از ما میپرسن، میگن آقا چی کار میکنین که سنگ کهنه و مات ما براق آینه‌ای میشه؟ الان همین سنگی که مشاهده میکنید قبل اینکه کفسابی بخوره شدیداً مات و کدر و چرکدار بود. با لومه های البرز و یه سری لومه های دیگه ناخنک و بنداشو تراشیدیم و به ترتیب لومه های عمیخانی، لاکی و پدها رو زدیم و این باعث شد که سنگ از اون حالت کثیفی در بیاد، یعنی لایه رویی برداشته بشه، لایه‌ای که پایینه و نوع بیاد بالا و با یه سری لومه ها لکه گیری کردیم و در آخر با استفاده از لومه های ایتالیایی و پدهای پولیشری و لومه هایی که حاوی پولیش ایتالیایی هستن اقدام به براق کردن و آینه کردن سنگ کف کردیم. براقیت و انعکاس نور و افتادن عکس لامپ های سقف روی کف سنگ مشخصه و در واقع نمایان هستش. این سنگ الان خشک شده و میزان براقیت رو به وضوح